جناب آقای جدگال نماینده محترم چابهار، نیکشهر و کنارک تشریف بیارن برای کنارک برای ارائه نطقشون. جناب آقای جدگال بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، آل و اصحابش و بر معمار بزرگ انقلاب رهبر فرزانه دولت کریمه و شهیدان 8 سال دفاع مقدس و شما همکاران محترم و محترمه، با تبریک هفته نیروی انتظامی و تشکر از زحمات این برادران زحمتکش و تبریک میلاد با سعادت امام هشتم، از زحمات هیئت رئیسه و مدیریت برادر عزیزم جناب آقای دکتر لاریجانی در خصوص اداره جلسه انتفاضه و برگزاری آن جهت حمایت از مردم فلسطین تقدیر و تشکر میکنم. همکاران عزیزم، مجلس در راس امور است و مجلس است که دو وظیفه سنگین قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد. در کشور کارهای بزرگی انجام میگیرد، هم کارهای مثبت و هم کارهای منفی. کارهای مثبت قابل تحسین است و شکر نعمت باید کرد، و اما اگر کار منفی انجام گرفت که یک نمونهش اختلاس اخیر است، به گفته رهبر فرزانه دست عاملان را باید قطع کرد و این همه نباید کش داد. همچنان که امام جمعه موقت تهران نیز فرمودند باید به موضوع این پرونده رسیدگی گردد. عاملان را مشخص کرده و به نهایت کسی را نباید رسوا کرد. در این رابطه از زحمات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات تشکر میکنم. از جلسه تعاملی قوای سگانه در حل و فصل مشکلات کشور خوشحالیم و امیدواریم که این جلسات همواره استمرار یابد. در خصوص موضع ایران نسبت به جهان استکبار، همین است که ریاست محترم جمهور در سازمان بین الملل اعلام کردند. این حرکت و ایستادگی نظام جمهوری اسلامی ایران بود که کشورهای عربی از انقلاب ما الگو گرفتند و به بیداری اسلامی تبدیل شدند. در مورد حوزه انتخابی هم جناب آقای رئیس جمهور در دولت نهم و دهم کارهای بسیار بزرگی انجام گرفته، مانند بازگشایی راه ترانزیتی چابهار، راه اهن، مصوبه کارخانه پتروشیمی، افتتاح سد زیردان، برنامه‌ریزی آبرسانی شهر چابهار و کنارک از طریق سد زیردان و کهیر و اسفالت تعداد زیادی از روستایی که جای تقدیر و تشکر است. اما هنوز مشکلاتی را مشاهده میکنیم که دل مردم را میآزارد. راه ترانزیتی از نیکشهر تا سراحی چابهار نیاز به بازسازی دارد. اعتبار راه اهل بسیار اندک می باشد. راه ساحلی جاسک به کنارک با وجود صرف هزینه های زیاد پلسازی نیاز به زیرسازی و اسفالت مناسب دارد. راه های روستایی مجموعه دجها و کانها و سهیل و رهگامها و راه ارتباطی کوچو به دمپک و کورکوشها و شهرک و کلانی به گوتر و راه ساحلی چابهار و بریس و بعضی از روستای نیکشهر مانند سرخکلود، کشیک، آبند و نگر و کوچه که 8000 نفر جمعیت دارد. راه ارتباطی چوهان به زراباد و شاه علی به تواران و پل رمدان و راه دوکی به جوزدر همچنان بلا تکلیف مانده است. برگ بعضی روستا با کاهش شدید ولتاژ مواجه بوده و بعضی روستا نیاز به توسعه شبکه دارد. روستاهای نوک‌آباد، کنب مرادآباد، عثمان آباد، رمین، تلنگ، بریانی و گلشن باهو نگر، کلانی الیاس، خیابان راسک چابهار و چل دستگاه در شهرستان کنارک و روستای سیدآباد، اسکله کنارک و نیاز به توسعه و برگرسانی دارند. مدتی از سوخت یارانه دستگاه آب شیرین
کنارکت بوده و پایگاه نیروی دریایی کنارک با مشکل آب شرب مواجه بوده و پروژه های بندینی، پارک‌ها، مومن‌ها و 400 روستای دشتری نیاز به شبکه و اصلاح شبکه دارد. آبرسانی سیار نیز به کمبود اعتبار مواجه بوده و ناوگان آبرسانی فرسوده می باشد. روستاهای شهرستان چابهار، در دشتری، پولان، دهستان کمبل سلیمان و بعضی روستای شهرستان نیکشهر و کنارک که به صورت سیار آبرسانی می شوند با مشکل کمبود آب دست و پنجه نرم می کنند. به وزارت آموزش پرورش توصیه می کنم که مراکز علمی تربیت معلم را احیا نموده و وضعیت تحصیل کرده های تربیت معلم را مشخص کند تا با آموزش و پرورش نیروهای متخصص بتوانیم به کیفیت تحصیلی که خواسته مقام معظم رهبری است دست یابیم و با پذیرش سرباز معلمین دیپلمه نمیتوان به اهداف عالیه آموزش پرورش رسید. با پذیرش سرباز معلمین نمیتوان به اهداف عالی آموزش پرورش رسید. دانشگاه ها را بر رشته های مختلف در راستای اشتغال زایی باید گلی کرد. به بیمارستان امام علی از هر نظر باید رسید و در تکمیل بیمارستان نیکشهر و کنارک و احداث بیمارستان پولان اقداماتی را باید انجام داد. زمین های پایندست سد زیردان و کهیر به افراد بومی واگذار و از آب سد شیخ کلک که مدت 10 سال می باشد بدون استفاده مانده است استفاده گردد و در بسل بنده های میانی رودخانه بحکلات که مطالعاتی آن انجام شده است در عصر وقت که فرصت اشتغال 20,000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم وجود خواهد آورد اقدام نمود و کشاورزان را ساماندهی کرد و در تمدید ماده 56 قانون اراضی ملی نیز مجددا اقدام نمود و در اشتغال و پذیرش جوانان بومی در شرکت ها و ادارات باید امتیازی قائل شد جوای جدگال 30 ثانیه تا بتوانند با کمترین مزایا به نظام مقدس و مردم خدمت کنند و به سید و سیادی نیز رونق باشید و به سیادان از هر نظر باید کمک کرد. برای پدیده شوم دزدان دریایی باید فکر کرد تا سیادان بتوانند با کار و کوشش روزی حلال سر سفره‌های ما و فرزندان بیاورند. من ورزشکار نیستم اما ورزشکاران را دوست دارم. به این کشور از جوانان در طی امکانات باید مساعدت نمود. در پایان از خدمات خوب سازمان بهزیستی و کمیته امداد تشکر و تقدیر میکنم. از خدمات خوب قوای سگانه، وزیران، استاندار، مدیران کل و قرارگاه خاتم، سپاه پاسداران، بسیجیان و سردار جاهد، مدیران شهرستان و بخشداران و دیاران و معلمین تقدیر و تشکر. خیلی متشکرم. به فرماندار شهرستان کنارک یادآور میشوم به مشکلات مردم بیشتر رسیدگی کنند که مردم گلای زیادی از آن دارند. یه شعری است بخونم. شعر رو دیگه بزنید به رسانه ها این علموی زریم موجان دریپک لیرهی پدرهینی دور گرانوابان زمین و آسمان واجه و پهر بستگین بنی آدم چونت چیه بنی آدم ای دل دائما چلن قدیم موج دلانی زنگ و کوک و کینگان شودید. در پایان در گذشت همکار عزیزم جناب آقای اسلامی را به همکاران و خانواده محترمشان تسلیت عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکرم.